Q1 و Q2 که بر حسب کولون داده شده. 2 بار Q1 4 در 10 به توان منهای 6 کولون، دیگه نیاز به تبدیل واحد نداره. Q2 2 در 10 به توان منهای 6 کولون در فاصله 0.2 متر. فاصله رو هم بر حسب متر داده. ثابت شدن بار Q3 نامی Q3 منهای 2 در 10 به توان منهای 6 کولون. فقط دارید ببینید این 2 بار هر دو همنام مثبتن، این بار منفی ناهمنام با اون دوتاست. در نقطه M قرار گرفتن. رو محور X ها 3 تا بار Q1 Q3 که دقیقاً وسط فاصله 1 و 2 هست نشسته رو نقطه M. از ما خواسته نیروهای وارد بر بار 3 رو به دست بیاریم بر حسب بردار 1. خب ما اول میریم نیروها رو رسم میکنیم. Q1 ما علامت بار مثبته، Q2 علامت بار مثبت، Q3 علامت بار منفی. نیروهای وارد بر کدام بار رو خواسته؟ بار Q3 رو. پس نوک خودکار رو میذارم رو بار Q3. میگن بار 1 به بار 3 چه نیرویی وارد میکنه؟ جاذبه میکشه به طرف خودش. پس F1 به 3. بار 2 چه نیرویی به بار 3 وارد میکنه؟ دوباره نوک خودکار رو بار 3. باز هم جاذبه است. F2 به 3. خب همونطور که میبینید 2 نیروی همراستا و مختلف الجهتن. نمیام بگم این دوتا همدیگر رو خنثی میکنن مساوی با 0. چرا؟ به دلیل اینکه صورت سوال اشاره‌ای به اینکه بار 3 در حال تعادل هست نکرده. صرفاً دارم میبینم 2 نیروی همراستا و مختلف الجهتن. پس نهایتاً در انتها باید اندازه این دوتا از هم کم بشه تا نیروی برآیند یا F توتال به دست بیاد. همین. خب میام چکار میکنم؟ محاسبه رو انجام میدم. F1 به 3 پس میشه 9 ضرب در 10 به توان 9. بار 1 من 4 بوده، بار 3 من 2 هست. 10 به توان منهای 6 با هم جمع میشه 10 به توان منهای 12. فاصله 1 تا 3 گفته چقدر؟ دقیقاً وسط فاصله 1 و 2. پس این کلهم 0.2. پس نصفش میشه چقدر؟ 1/10. 1/10 متر به توان 2 که 1/10 به توان 2 میشه 10 به توان منهای 2. 1/10 10 به توان منهای 1 به توان 2 برسه میشه 10 به توان منهای 2. این 10 به توان منهای 2 میدونید که باید بره تو صورت نماش چی بشه؟ مثبت بشه. خب 9 با 2 میشه چقدر؟ 11. از 12 کم کنم یه 10 به توان منهای 1 میمونه. 9 4 تا 36 تا 2 تا میشه چقدر؟ 72 تا. درسته؟ 9 4 تا 36 تا 36 تا 2 تا 72 تا. یه رقم هم اشار میخوره 7.2 نیوتن. خب گفته یکه بنویس. پس میگم F1 بردارش میام نگاه میکنم نیروی 1 به کدام سمته؟ به سمت چپ محور X هاست. پس منهای 7.2 آی. حالا میرم سراغ F2 به 3. F2 به 3 باز هم 9 در 10 به توان 9 ضرب در خب بار 2 بود، بار 3 2 بود، 10 به توان منهای 6 میشه منهای 12. خب تو مخرج کسر باز هم 1/10 به توان 2. فاصله نصف شده بود به توان 2 باید برسه فاصله. خب به این ترتیب باز محاسبه رو انجام بدم چه اتفاقی میفته؟ 9 2 تا 18 تا 18 تا 2 تا 36 تا میشه 3.6 نیوتن. خب باز هم یک که نویسی بردار F2 3 نگاه میکنم به کدام سمته؟ به سمت مثبت محور X هاست. پس مثبت 3.6 آی. این هم از این. خب بردار توتال میخوای بنویسی. F توتال F برآیند میشه چی؟ میشه مثبت 3.6 آی منهای 7.2 آی. ببینید هر دو بر حسب آی هستن. این یک که نویسیش. خب
حالا از من میگه اندازه رو میخوام. دو بردار همراستا و مختلف الجهت میگفتیم باید از هم چی بشن؟ کم بشن. اینجا میگی باید از هم چی بشن؟ کم بشن. کافی از یه آی فاکتور بگیرن چه اتفاقی بیفته؟ بشه 3 و 6 منهای 7 و 2. 3 و 6 منهای 7 و 2 میشه چقدر؟ 3 و 6 دهم. درسته؟ بسیار عالی. با علامت چی؟ منفی. یعنی چی؟ الان کدام بردار بزرگتره؟ F1 اندازش بزرگتره. پس بردار توتال من به کدام سمت خواهد بود؟ ببینید F توتال من به سمت منفی محور X خواهد بود. قبلا هم ما چی میگفتیم؟ میگفتیم دو بردار رو در وقتی همراستا مختلف الجهتن از هم کم کن. F توتال به سمت برداری که اندازش بزرگتره. الان دقیقا چی شد؟ همون گفته به دست اومد.